حبیبم را کسی که دوست دارد، حبیبم را کسی که دوست دارد، کجا مالک ورا دوزخ درآرد. و جان و دل محبی مصطفی باش، و یاران محمد جان فدا باش. حضرت مولوی میگوید هر کسی که محبت محمد اگر در دلش داشته باشد وای اصلا وارد دوزخ نمی شود. بریده میگوید که راوی این حدیث است اهل الجنتی 20 و 100 صفا، روز قیامت جنت 120 صف می شود. عددی را خدا می داند هر صف چند آدم دارد. 80 من هذه الامه و 40 من سایر الامم. پیغمبر خدا گفتند 80 صف این جنتی ها از من است، 40 صف این از تمام پیغمبرهای دیگر است. 80 صف جنتی ها از امت محمد صلی الله علیه و سلم است. دویم نامه اعمال است. خداوند در سوره تکویر میگوید و اذا الصحف نشرت، ما برای شما در روز قیامت نامه اعمال میدهیم که این را باز خداوند در سوره انبیا هم خیلی روشن گردانیده است. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفی بک اليوم. خدا در قرآن میگوید روز قیامت وقتی شما زنده میگردید در گردنهای شما نامه های اعمال شما مثل گردنبند بار کشال میسته و او را ما کشاده میگردانیم و میگوییم بخوان کتابت را. آن روز شما این کتاب را میخوانید، از کردارهای نیک و بدتان شما خود در آن روز آگاه میشوید. فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. خداوند در قرآن میگوید وقتی که اگر شما را من نامه اعمالتان را به دست راستتان دادم چی میشود؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. آسانی تو حسابی تو بسیار به آسانی انجام می‌یابد. تو در حالت حساب نجات می‌یابی. و ینقلب الی اهله مسرورا. وقتی که نامه اعمال تو به دست راستی تو داده شد تو خندان و شادان به نزد اهل خود وارد جنت می‌گردی. این قرآن برای ما و شما حکایت می‌کند.